مردم عزیز مسچو، اعضایان محفل ادبی زرفشان، با اجازت شما اول سلام و احترام خود و سلامی ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان را به هر یک شما، به محفل شما، به دوستداران شعر و ادب و سخن در سرزمین مسچو، در سرزمین شعر طوری که گفتن تقدیم میکنم و برای این دعوت، برای این محفل، برای که شما سخن را، شعر را، ادب را، اندیشه را اینجا زنده نگاه می‌دارید، تشکر خود، تشکر رهبریت اتفاق نویسندگان تاجیکستان را میرسونم. و همچنین به مقامات ناحیه مسچو که این محیط رو فراهم کردند و این محفل رو از هر جهت دستگیری میکنند و روش میدهند، تشکری همه اهل ادب جمهوری رو میرسونم. و من واقعا در یک امتحان قرار گرفتم که به من گفته بودن که در یک مکتب در نزد دانش آموزان صحبت میکنید، اما حاضر مرا در روبروی یک تالار استادان و چهره ها و شخصیت های بزرگ گذاشتن که حالی باید تمام او صحبت ما اکنون تغییر دهم. همچه یک شاگرد شما با اجازت شما چند صحبت کنم. اول اینکه صحبت کردن در مسچو، در این سرزمین نامدار، هم یک افتخار است، هم یک مسئولیت است، هم یک لذت و کیفیت خاصه خود را دارد. زیرا مسچو یک سرزمین پر افتخار، یک نام بسیار بلند در تمام فرهنگ ماست. و وقتی که کلمه مسچو یا نام مسچو را به زبان میاریم، نه تنها خود شما، در دیگر گوشه های جمهوری هم پیش از همه ارزش های بلندی چون ننگ، ناموس، غیرت، شجاعت، وطنداری پیش نظر می آید. بنابراین همین نام مسچو با همین ارزش ها پیوست شده است و این فقط یک توصیف ادبی مسچو نیست، بلکه در طول تاریخ خود این مردم، این سرزمین همین مقام خود را اثبات کرده است. بنابراین ناموس و وطنداری یک صفت ذاتی مردم مسچو است و ما را در تاریخ هم مثال های زیاد داریم. در همین چند سال اخیر هم که ما لحظه های داشتیم که باید احساسی وطنداری و غیرت و غروری وطنداری را نشان میدادیم، در همونجا هم مردم مسچو اولین شده صدای خود را بلند کردند. بنابراین در چنین یک سرزمین غیرت، سرزمین شجاعت، میخواستم سپاس خود را برای زنده داشتن این ارزش بلند به مردم مسچو، هم در اون مسچوی کوهستان، هم در این مسچوی نوین برسونم. تشکر که استاد ملک نعمت فرمودن مسچو در مسئله ملی، در مسئله وحدت، در مسئله وطنداری همیشه موقع معین خود را، موقع برتری خود را داشت و همون سالهایی که وطن با پراکندگی، ملت با پراکندگی روبرو بود، از همیجا استاد محترم استاد علیم خان اسمتی پیام مسچو را به تمام جمهوری رساندن که زوری موشت از وحدت انگوشت ها آید پدید. اون خیلی بود، از پریشانی جمعیت نگه دارد خدا. هر روز این سرود صدا میداد، ما را متحد میکرد. این صدای شما، پیام شما بود که به تمام جمهوری، به هر یک خاندان از نام شما رسیده.
او سهم شماست در تحکیم همین مفهوم ها و بسیار رمزی است که همین نوعیه مسچو طبق تمام سندهای تاریخی اولین نوحیه جمهوری تاجیکستان است. خب یک تاریخ دیگر است و من گفتنی بودم که سخن در مسچو نمی خیلی سنگین است و همچنین یک مسئولیت از زیرای مردم، همه اهل فرهنگ، همه اهل معنی، همه اهل ارزش‌های بلند. من میدونم که غیر از این که مسچو ادیبان دارد، شاعران بهترین دارد، سخنوران و عالمان خود را دارد، باز نمایندگان قشرهای گوناگون دیگری مسچو هم اهل سخنند. مثلا در دوشنبه من استاد سید شاه اکرم را میشناختم که طبیب بودن ولی یک سخنوری بسیار بلند. حالی استاد جمعه‌بای سنگینوف میدادم که پروفسور طبن ولی در سخنوری و معرفت از هیچ کس کمی نداره. یا حتی ورزشگران استاد استاپیریان در عین آن که جهان پهلوانند باز پهلوانی سوای سخن هم هستند. ببینید یعنی هر مسچویی در ضمیرش فرهنگ، سخن، معرفت نهفته است و همین رباعی‌های مشهوری مسچویی که در تمام جمهوری مردم دوست می‌دارند بسیارش مردمای عادی نوشتند. در این کوهستانا کدام مرد، کدام زن، کدام چوپان، کدام دهقان بعضیش نوشته است. در چنین سطح بلند سخن همین آفرینش در این مردم است. و من میخوام یک مثال بیارم که همین یک فرزند بزرگی سرزمین استاد میرزا شکورزاده، ما همراهشان در چندین سفر در کشورهای همزبان بودیم. استاد همین قدر غیرت، همین قدر روحیه ملی داشتن، همین قدر دانش زبانی و ادبی داشتن که او همزبانو را در هر سخن منع کرده اسلام کردن. بعد اخیرا اونا به داد آمدن میگفتن آقای شکوری درست میگی، همین گپ تو درست است. چون که انا خیلی غیرت داشتن در پاسداری زبان. همین وقتی که اونا یگان کلمه خارجی استفاده میکردن استاد شکوری تیز میگفت که بس این از نظری فلان نادرست است، در شاهنامه چنین آمده است، در سعدی چنین آمده است، در جامع، یعنی که همین غیرت رو من در اون سیمای استاد دیدم که چقدر بودم. بنابراین در مسچو آمده و سخن گفتن، وطنداری یاد دادن یا وطنگویی یاد دادن، این مثل زیره به کرمان بردن می شود. و چرا گفتم که لذت از سخن گفتن در مسچو؟ چون که مسچو یک سرزمینی پر از محبت، پر از عاطفه، پر از ادب، پر از سلام. یعنی قد ربیای همه کودکا حتی سلام میکنن. و بازم یک امین مثالی نو گویم که امین روزی دوم یا سومی گذشته شدن استاد شکورزاده یک هیئت از بزرگان تاجیکان خراسان آمده بودن اینجا و از من پرسیده بودن که راهنمایی کن. ما راهنمایی کردیم و آمدن به نزد استاد جوره یوسفی و وقتی به دوشنبه برگشتن اینقدر زیر احساسات بودن که گفتن که چون که این استاد جوره یوسفی با دوستانشون اینقدر اونا را مهمانداری کردن، اینقدر لطف کردن که اونا میگفتن که ما گمان کردیم که همون پنجشیر رفتیم، چون که اونا سالها در اینجا مهاجر و مسافرن، یاد وطن داشتن. گفتن که ما در همونجا همون هم در مهمانداری، هم در سخن، هم در همون دست و بازو و توانایی و پهلوانی و مردم همون پنجشیر خود یافتیم. بنابراین بسیار خوشحال بودن و استاد جوره یوسفی شاید از نظر خودشون هیچ کاری نکردن. این همین فرهنگی مسچو همین است، سطحش همین است. بنابراین هر کسی می آید همین خیلی عاشقانه از اینجا می رود و من حالا درباره مسچو برای که یک شعر گویم خیلی باید معرفت شود این موضوع، ولی من راه یک شلوت موضوع یک بیت که سنا بر مادری مسچو و فرزندان آگاهش،
ثنا بر مادری مستشاه و فرزندان آگاهش، به قربان سلامی کودکان قدقدی راهش. اگر مستشاه نو یک بارگاه معرفت باشد، خدایا کوه ایمان است کوهستان مستشاهش. ما شما چی کار کنیم؟ باید کاری کنیم که همین فرهنگ زنده باشد، همین ارزش ها زنده باشد، همین سلام نمیرد، همین تبسم نمیرد. ولی اینجا بینید قدر در مسجد تبسم است که این همکاری ما نامشان تبسم عظیمزاده. یعنی شاید فقط در همین مسجد نامی آدم تبسم مانند، چون یک ارزش است برای مسجد، چون نام باید یگان ارزش را ifade کند، یگان ارزش بلند را. بنابراین یک مسجد آمده است فرزندش تبسم نام نامد. بنابراین این تبسم باید زنده باشد، این ناموس باید زنده باشد، این وطنداری باید زنده باشد، زیرا این ارزش‌های ذاتی مردم ما. و شما اگر تمام این جمهوری را سیر کنید، در کجایی که تاجیک هستی ارزش ها هست، اگر وخانم روید در می ارزش ها هست، خاولینگ روید در می ارزش ها هست، در ونج می ارزش ها هست، در وخیا می ارزش ها هست، در تاجیکاباد می ارزش ها هست، در سری خوسار می ارزش ها هست، در الماسی میرید می ارزش ها هست. زیرا اینا ارزش های ذاتی مردم تاجیک هست و همین باید شود. تا زمانی که همین ارزش ها باقی هست، تاجیک هست، تاجیک زنده می باشد، تاجیک باقی است. این درباره مسجد من نظر خودم رو همچون کسی که از بیرون آمدم گفتم و البته شما بهتر میشناسید. اما ببینید که در جمهوری در بیرون یک چنین تصوری نیک، مثبت، پر از احترام، پر از اعتراف نسبت این سرزمین و این مردم هست.